بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان گرامی و تماشابینان عزیز، سخنان ما امروز در مورد شخصانی هست که تنگی و سختی هایی که بر بالای سرشان می آید در حال دست به خودکشی و در حال دست به کارهای بد می زنند که از این سختی ها و تنگی ها بیرون بیایند. اما هموطنان گرامی، خودکشی و راه های بد راه حل نیست. راه حل رجوع کردن به سوی خدا هست که خداوند متعال ما را همیشه امیدوار می سازد که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباشید. وقتی تنگی بالای سرت آمد حتما فراخ آسانی هست. وقتی که سختی می آید آسانی هم می آید و وقتی که غمگینی آمد خرسندی هم می آید. هر حالتی که بر بالای سرت می آید تدبیر کننده امور، چرخ دهنده فلک خداوند متعال است. حتما حال خوش را برای تو می آرد و بهترین انسانی سعادتمند و خوشبخت شخصی است که در همه حالت با خدا باشد. یعنی که در حالت تنگی به مانند حضرت ایوب علیه السلام که وقتی درد بر او وارد شد که 18 سال به قول علما در داخل کرمها بودند، ندا به سوی خدا کردند و ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. بار الها بر من درد زده است و تو رحم کنندگانی. حضرت یونس علیه السلام را بینیم که وقتی که در شکم نهنگ رفتند دعایشان این بود که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام گذشتگان، تمام اولیاء، انبیا، علمایی که از ما گذشتند در حالتهای تنگیشان به سوی خدا رجوع می‌کردند. برای همین خوشبختترین، سعادتمندترین شخصی است که در همه حالت، چه در حالت فراخ و چه در حالت تنگی، چه در حالت غمگینی، چه در حالت خرسندی، چه در حالت سختی، چه در حالت آسانی با خدا باشد. بهترین انسان در نزد خدا و دوست داشته ترین مخلوق روی عالم در نزد خدا همان انسان است. پس همیشه با خدا باشید.